عرض درود و احترام خدمت همه دوستان. سیاوش یاوری هستم با جلسه 13 از آموزش مبحث 10. در جلسه قبل در صفحه 218 ما در رابطه با مقطع ویتمور صحبت کردیم. در تبصره‌اش اعلام کرده که در تعیین سطح مقطع فوق پهنای مقطع جزء اتصال نباید از پهنای ویتمور مطابق شکل، منظورش این شکله، این شکل هستش، بزرگتر در نظر گرفته شود. اگر پهنای ویتمور خارج از پهنای ورق اتصال قرار گیرد، پهنای ورق اتصال ملاک محاسبه خواهد بود. ما میخوایم با یه مثال اینو بهتر جا بندازیم. اینجا من مثالش رو آوردم، گفته در شکل زیر اتصال پیچی عضو کششی B به عضو کششی A نشان داده شده است. مقاومت کششی ورق A، منظورش اینه، به کدام یکی از اعداد زیر نزدیکتر است؟ در شکل ابعاد به میلیمتر بوده، F وای رو به شما داده، F یو رو داده، ضخامت ها رو داده و گفته سوراخ ها استاندارد بوده و پیچ ها از نوع M20 هستن. چون مقاومت کششی ورق A رو میخواد و ورق A چی هستش؟ یک عضو زیرین هستش، باید براش ویتمور رو چک بکنیم. اگر شامل ویتمور شد که فقط تسلیمش رو چک میکنیم. اگه شامل ویتمور نشد باید چیکار کنیم؟ هم تسلیم رو چک کنیم و هم گسیختگی رو چک کنیم. حالا چطوری متوجه بشیم که شامل ویتمور میشه یا نمیشه؟ به این صورت ما این شکل رو میکشیم بیرون، از بولت اول وصل میکنیم به بولت آخر به این صورت، بعد یه زاویه 30 درجه اینجا میکشیم به این صورت، زاویه 30 درجه. از بولت اول در جهت افق وصل میکنیم به بولت انتهایی، یه زاویه 30 درجه اینجا میکشیم به این صورت، بعد میایم از بولت های آخر وصل میکنیم به این زاویه های 30 درجه به این صورت. حالا این فاصله از چقدر؟ 80 تا، این فاصله 200 تا، این فاصله هم 200 تا. اینا چقدر؟ اینا رو بهشون بگیم چی؟ به اینا بگیم وای. اسم اینا رو بذاریم وای. حالا یه مثلث اینجا تشکیل شده، اینجا به این صورت. این مثلث رو من اینجا نشون میدم، نهاشش که زاویهش 30 درجه است، ضلع مجاورش 200، ضلع مقابلش وایه، تانژانت 30 درجه میشه رادیکال 3/3. از طرفی میشه ضلع مقابل به مجاور، با یه طرف این وسطه این وایو به دست میاریم 115/47. حالا شکل رو پاک میکنیم به این صورت در میاد. این وای ها رو جایگزین کنیم. خب این ارتفاع چقدر میشه؟ این ارتفاعمون الان میشه 310/94. عرض مقطع ویتمورمون در اومد چقدر؟ 310/94. تو شکلمون چقدر بود؟ جمع اینا میشه دیگه، جمع اینا میشه. جمعشون میشه چقدر؟ عرض ورق شد 200. مقطع ویتمور بزرگتر از عرض ورق در اومد، پس چی؟ عرض ورق رو در نظر میگیریم و باید هر دو حالت تسلیم و گسیختگی رو چک بکنیم.
دیگه ویتموری وجود نداره. خب میایم اینجا، من فقط نیاز دارم به شکل آ دیگه، به بی نیازی ندارم. خب بی رو برداشتم، این پیچا هم که نیازی بهشون نیست دیگه، اینا رو هم برداریم. مقطع آ بخواد گسیخته بشه از کجا گسیخته میشه؟ ضخامتش هم از 15. مشخصاتش رو وارد کنیم، عرضش همون 200. اینجا که مقطع میزنیم در واقع میخوایم چی رو چک کنیم؟ اینجا میخوایم تسلیم رو چک کنیم. فرمول تسلیم چی بود؟ اینجا نوشتمش فی اف وای در آی گراس، فیمون 9 دهمه، اف وای اون 240، آی گراس اون هم از 200 ضرب در 15، ضخامتش 15، عرضش هم 200. این در میاد 648 کیلو نیوتن. حالا توی این شکل وقتی اینجا مقطع میزدیم، اینجا خط مقدمش بود دیگه، اینجا گسیختگی رو ما چک میکردیم و اول بریم سطح مقطع خالصشو به دست بیاریم. این برابر میشه با آی گراس منهای n d t. این برابر میشه با آی گراس هم که میشه 200 ضرب در 15 منهای 3 تا سوراخ داریم. بعد تو صورت سوال گفته بود که M20 قطر پیچامون 20 میلیمتره، قطر سوراخ استاندارد اون میشه 22 و در نهایت قطر محاسباتی اون میشه 24. خب ضخامتمون هم که همین تی هستش، این در میاد 1920 میلیمتر مربع. یومون هم یکی دیگه، چون کل مقطع داره کار میکنه دیگه. پس آی افکتیو برابر میشه با آی ان، یعنی سطح مقطع خالص با سطح مقطع مؤثر با هم برابرن. فرمول اون میشه چی؟ فی اف یو در سطح مقطع مؤثر. این برابر میشه با فیمون 75 صدمه، اف یومون 370 نیوتن بر میلیمتر مربع یا مگاپاسکاله. آی افکتیو اونم که در اومد 1920، این برابر میشه با 532 کیلو نیوتن. تسلیم چقدر بود؟ 648. کی کمتره؟ همین گسیختگی کمتره دیگه، 532. گزینه میشه گزینه 4. خب بریم این سوال. گفته در اتصال ناودانی تک UNP 200 به ورق اتصال آ، منظورش این ورقه هستش. گفته از جوش‌های ارضی و طولی استفاده کردیم، جوش‌های طولی و جوش ارضی. اینجور موقع وقتی از جوش ارضی و طولی استفاده میکنی یوت برابر با 1 میشه. گفته مقدار مقاومت کششی طراحی این اتصال به کدام یک از اعداد زیر نزدیکتر است؟ اف یو رو بهت داده 370، اف وای هم بهت داده 240. یعنی میای واسه این چی رو حساب میکنی؟ واسه این تسلیم رو حساب میکنی و گسیختگی. میای واسه ورق آ، اگه شامل ویتمور شد فقط تسلیم رو براش چک میکنی، اما اگر شامل ویتمور نشد هم باید براش تسلیم رو چک کنی و هم گسیختگی. و کمترین عدد یعنی از این مینیمومش استفاده میکنی، می مقایسه میکنی با اگر مقطع ویتمور شد با تسلیم این مقایسه میکنی، اونی که کمتره رو به عنوان گزینه معرفی میکنه. اما اگر شامل مقطع ویتمور نشد، مینیموم این دوتا با مینیموم این دوتا رو باید در نظر بگیری.
خب ما الان چیکار میکنیم؟ اول با توجه به اینکه عرض ورق B عرض ورق A زیاده، بریم ببینیم چک کنیم شامل ویتور میشه یا نه. من این شکل رو میکشم بیرون، از ابتدای جوش طولی به انتهاش یه خط افقی میکشم به این صورت. اینجا یه زاویه 30 درجه میکشم به همین صورت. از ابتدای جوش طولی به انتهاش وصل میکنم اینطوری، بعد یه زاویه 30 درجه میکشم. حالا از انتهای جوش طولی وصل میکنم به این زاویه های 30 درجه اینطوری. خب این 300 تیکه پایینش هم 300، این 200. چرا؟ چون UMP اینجا نوشته دیگه، از طرف ارتفاع UMP 200 میلیمتر دیگه. خب این تیکه وای، این تیکه وای اینجا یه مثلث تشکیل میشه به این صورت، زاویهش 30 درجه است. ضلع مقابلش وای، ضلع مجاورش 300. تانژانت 30 درجه میشه چی؟ میشه ضلع مقابل به مجاور، از طرفی برابر با رادیکال 3/3. طرفین وسط این کنیم، وایمون در میاد 173/2. پس این تیکه ها 173/2 هستن. حالا شکل رو بهتر میکنیم. عرض مقطع ویتمورمون میشه چی؟ اینا رو باید با هم جمع کنیم، میشه 546. حالا میریم تو شکل. عرض کلی ورقه ها 600 بود، مقطع ویتمورمون شد چقدر؟ 546. یعنی اینطوری میشه و این تیکه ها پرت میشن، یعنی بلا استفاده هستن. پس ما پاکش میکنیم، اینطوری میشه. حالا وقتی شامل مقطع ویتمور میشه، ما فقط چی رو چک میکردیم؟ فقط میومدیم تسلیم رو چک میکردیم که اینجا مقطع میزدیم خارج از اتصالش، چون تو این ناحیه با ناودونی اتصال داره دیگه. اینجا خارج از اتصال ما یه مقطع میزدیم به عنوان تسلیم. فرمولمون چی میشد؟ فی اف وای آی گراس. فیمون 9 دهمه، اف وایمون 240، آی گراسمون میشه چی؟ 546 در 20 ضخامت ورق آ. این در میاد 2360 کیلو نیوتن. حالا میریم تو جدول، اینجا UMP 200 رو میبینیم. من این کادر رو میارم بیرون. ارتفاعش 200، سطح مقطعش هم 32/2 سانتی متر مربع یا چی؟ 3220 میلیمتر مربع هستش. خب بیایم اینجا، این تیکه 200 برای تسلیم خارج از اتصال مقطع میزنیم. فرمولمون میشه فی اف وای در آی گراس. فیمون 9 دهمه، اف وایمون 240، آی گراسمون هم هست 3220 میلیمتر مربع. چون ما وقتی از بغل نگاش میکنیم، اینجوری نگاش میکنیم، کل ناودوری رو میبینیم دیگه، اینطوری میبینیمش. پس این 3220 سطح مقطع کلیمونه، این در میاد 695 کیلو نیوتن. حالا میایم کجا مقطع میزنیم؟ اینجا مقطع میزنیم. اینجا رو واسه یه گسیختگی میخوایم چک کنیم. فرمولش چیه؟ فی اف یو در سطح مقطع مؤثر که برابر با یو در آی ان. یومونی یکه، چون کل مقطع داره کار میکنه دیگه، هم بالها رو هم جانها رو وصل کرده دیگه. فیمون 75 صدومه، اف یومون 370 و آی انمون هم در میاد 3220. چرا؟ چون الان دقیقا با آی گراس برابر شده دیگه.
هیچ سوراخی ما اینجا نداریم دیگه. وقتی از بغل اینجا نگاش کنی اینطوری میبینیش دیگه، دقیقا اینجوری میبینیش. پس گسیختگیمون میشه 75 صدم در 370 در 3220. این در میاد 893 کیلو نیوتن. تسلیم ناودونی در اومد چقدر؟ 695. تسلیم مقطع ویتمور در اومد 2360. کی از همه کمتره؟ 695 گزینه 1. خب گفته سوال محاسبات دیما 1404 هستش. گفته در اتصال پیچی دو تسمه فولادی زیر چنانچه پیچ ها از نوع M16 و سوراخ ها استاندارد باشند، حد اکثر فاصله قابل قبول آ، منظورش اینه، برای آنکه مقطع گذرنده از سه سوراخ در کنترل حالت حدی گسیختگی کششی تسمه با پهنای کوچکتر، منظورش اینه، به عنوان مقطع بحرانی نباشد، به کدام یک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟ آقا این سوال چی میگه؟ میگه که ببین این اتصال اگه بخواد پاره بشه، این تیکه، این تسمه اگه بخواد پاره بشه، یه حالتش اینطوریه. این از اینجا پاره میشه، از مقطع 1 پاره میشه، چون ورق از جای پاره میشه که تنشش ماکسیموم باشه. خب تنش فرمولش میشه چی؟ نیرو تقسیم بر مساحت. پس تنش رابطه مستقیم با نیرو داره و رابطه عکس هم با چی داره؟ با مساحت داره. هرچی نیرو تو بیشتر کنی تنشت بیشتر میشه و امکان داره از اون مقطع پاره بشه، و هرچی مقطع تو کمتر بکنی تنش تو بیشتر میکنی و بازم امکان داره که از اون مقطع تو پاره بشه. الان شما اینجا هیچ پیچی نمیبینی، تو این فاصله هیچ پیچی نمیبینی که بخواد بیاد به این بولتا کمک بکنه. پس مقطع 1 نیروی زیادی داره و احتمال داره که از مقطع 1 پاره بشه. پس مقطع 1 شامل چی میشه؟ مقطع 1 چرا به عنوان مقطع بحرانیه؟ چون نیروی ماکسیموم داره. تو این مقطع تمام بار پی داره وارد میشه، این طرف هیچ بولتی نیست به ما کمک بکنه که یه بخشی از پی رو خنثی بکنه. حالا مقطع بعدی چیه؟ این مقطع بعدی اون این مقطع 2 هستش. اینم بیشترین نیرو بهش وارد میشه. چرا؟ چون تو این تیکه هیچ بولتی نیست به ما کمک بکنه که یه بخشی از این پی رو خنثی بکنه. و گفتیم تنش با نیرو رابطه مستقیم داره و تنش با مساحت رابطه عکس داره. پس تو اگه نیرو تو ماکسیموم بکنی تنشت هم ماکسیموم میشه دیگه و احتمال داره از اون مقطع پاره بشه. اگه سطح مقطع تو مینیموم بکنی تنشت ماکسیموم میشه. الان اینجا توی مقطع 2 ما نیروی ماکسیموم داریم. چرا؟ چون بیشترین نیرو به اینجا وارد میشه، همانند مقطع 1. تو مقطع 1 هم هیچ بولتی نبود اینجا به ما کمک بکنه، اینجا هم هیچ بولتی نیست به ما کمک بکنه. بنابراین هر دو شامل نیروی ماکسیموم میشن و احتمال داره یا از مقطع 1 پاره بشه یا از مقطع 2. حالا تو این سوال به تو میگه آقا یه کاری بکن، میگه حد اکثر فاصله قابل قبول آ برای آنکه مقطع گذرنده از 3 سوراخ، یعنی این میگه دیگه ناکن داره از 3 تا سوراخ میگذره، در کنترل حالت حدی گسیختگی با پهنای کوچکتر، یعنی برای این به عنوان مقطع بحرانی نباشد. آقا مخلص کلام میگه یه کاری کن، این سیگما 2 تنشی که توی این مقطع وجود میاد کمتر از این باشه، کمتر از مقطع 1 باشه.
یعنی باید این کار رو بکنی، بیای بگی یه کاری بکنی که تنش در مقطع 2 کمتر از مقطع 1 بشه. صورت سوال از تو اینو خواسته. حالا ما این شکل رو میکشیم بیرون، این مقطع 1 مونه و اینم مقطع 2. همونطور که گفتیم باید تنش در مقطع 2 کمتر از تنش در مقطع 1 باشه. اینو من میام این تیکش رو میکشم بیرون، به این صورت میشه. حالا یه زیگما fx اگه بخوام بنویسم، نیرویی که در این مقطع میفته سمت چپه و برابر با پی یوه. این فاصله حد فاصله دوتا بولتا 2A بود و اینا هم چقدر بودن؟ هر کدوم 50 بود. الان سطح مقطع خالص ما چی میشه؟ آی n برابر میشه با آی گراس منهای n دی تی. آی گراسمون میشه چی؟ میشه 2A به علاوه 100 جمع این دوتاست دیگه. ضرب داره ضخامتمون هم که تیه. حالا منهای نمون 2، چرا دوتا بولت داریم؟ در 20 چیه؟ گفتیم آقا M16 بولتامون M16، قطر سوراخ استاندارد میشه 18 و قطر محاسباتی میشه 20. پس این 20 از اینجا اومده. ND حالا تیمون چنده؟ تیمون هم که تی، ضخامت اینو گرفته تی. این برابر میشه با، اینا رو ساده کنیم در میاد پرانتز 2A به علاوه 100 در تی. حالا تنش تو مقطع 1 میشه نیرو رو باید تقسیم بر مساحت کنیم دیگه. این یه منای 44 تی هم داشت. خب تنش تو مقطع 1 میشه نیرو رو تقسیم بر مساحت میکنیم. مساحتمون رو پایین نوشتیم. حالا تو مقطع 2 این شکلیه. این فاصله این مقطع 2 مونه. اگه یه زیگما fx بنویسیم، اینجا یه زیگما fx می نویسیم. نیرویی که توی مقطع میافته میشه پی یو دیگه، باید بیاد اینو خنثی بکنه. حالا این فاصله را باید بنویسیم 50. این تیکه 2A بود و این تیکه هم 50 بود. آی n میشه چی؟ میشه آی گراس منهای n دی تی، چون مورب داریم میشه به علاوه S2 به روی 4G2 در تی به علاوه S2 4G3 در تی. حالا بریم این S ها رو مشخص کنیم. این فاصله همون S 60. الان G2 ما در میاد A و G3 مون هم در میاد A. اینا منظورمه. حالا بریم جایگذاری کنیم. آی n مون برابر میشه با آی گراسمون میشه عرض مقطعمون اینه، ضخامتش هم تیه دیگه، پس میشه 100 به علاوه 2A در تی به علاوه منهای 3 تا، یعنی این n مونه، دی مون هم که میشه 20. گفتم M16 قطر سوراخ استاندارد میشه 18، قطر محاسباتی میشه 20. پس n دی تی، تی مون هم که همون تیه به علاوه الان S2 به روی 4G رو داریم حساب میکنیم دیگه. اسمون چنده؟ اسمون 60 تقسیم بر 4 تا G مون هم که چنده؟ آه. حالا واسه بعدی هم همین اتفاق میفته، میشه به علاوه S2 مون که میشه 60 به توان 2 تقسیم بر 4G، یعنی 4A در T. خب این ساده شدهش میشه اینطوری. سطح مقطع خالصمون به این صورت در میاد. حالا تنش میشه چی؟
تنش مقطع 2 میشه نیرو تقسیم بر مساحت. نیرو رو تقسیم بر مساحت میکنیم. تنش 1 شد چند؟ شد این تنش 2 باید از این تنش 1 کمتر باشه. پس تنش 1 باید بزرگتر از تنش 2 باشه. خب پی ها رو خط بزنیم، بعد تی ها رو خط بزنیم. الان به این صورت در میاد. اینا رو هم پاک کنم دیگه، اینا اضافیه دیگه. چیه؟ اینطوری میشه. اگر تو نامساوی، اگه طرفین نامساوی رو معکوس کنی، جهت نامساوی عوض میشه. همچنین در نامساوی اگر طرفین نامساوی رو در منفی ضرب کنی، بازم جهت نامساوی عوض میشه. حالا من طرفین این نامساوی رو معکوس میکنم، خب جهت نامساوی عوض میشه دیگه. اینجوری میشه. نگاه کن، الان معکوسش کردم، جهت نامساوی عوض شد. خب الان چیا خط میخوره؟ الان 100 خط بزنیم دیگه. چی؟ 2 رو خط بزنیم. بعد این 60 رو ورداریم ببریم اون ور. این ور میشه 20 مثبت دیگه. اینطوری میشه 20 مثبت کوچکتر مساوی 60 به توان 2 در 2a. حالا طرفین در یه 2a ضرب کنیم دیگه. میشه 40a کوچکتر مساوی 60 به توان 2. آمون در میاد چقدر؟ 90. کدام گزینه؟ گزینه سوم میشه. یعنی برای این که مقطع از اینجا پاره نشه، این اتفاق نیفته، تو باید آد کمتر از چی باشه؟ آد کمتر از 90 میلیمتر باشه. خب بریم سوال. گفته در عضو کششی زیر با مقطع دوبل ناودانی 160 مقدار ضریب تأخیر برش به کدام یکی از مقادیر زیر نزدیکتر است؟ یورو میخواد دیگه. یورو میخواد. آبان 1403 بوده. یه ناودونی این وره، یه ناودونی هم اون وره. اینم ورقه اتصالمونه. دنبال یوش میگرده. شما وقتی دوتا جوش طولی داری یاد کدوم فرمول میفتی؟ یه ردیف 4 جدول یاد این میفتی. ببین یه جوش طولی، یه جوش طولی. از این فرمول باید استفاده کنی دیگه. از این فرمول Lمون چی بود؟ L برابر بود با میانگین L1 و L2. این W چی بود؟ عرض ورقمون که اینجا میشه عرض ناودانی. X مون هم که خروج از مرکزیت بود. حالا بیایم اینجا یومون میشه چی؟ میشه 3L2 تقسیم بر 3L2 به علاوه W به توان 2 در پرانتز 1 منهای X الوم. خب بریم تو این شکل. الان Lمون میشه چند؟ 2 تا 200 هست دیگه. یه 200 اینجاست، یه 200 هم اینجا. میانگینش میشه چی؟ میشه همون 200 دیگه. میشه همون 200. خب بریم توی جدول اشتراک. ناودانی 160 با کادر قرمز مشخص شده. حالا من اینجا مشخصاتش کشیدم بیرون. ببین شما این ناودانی رو وقتی از اینجا نگاه میکنی به این صورت میبینیش دیگه. اینطوری میبینیش. الان X مون همون خروج از مرکزیت این مرکز سطح ناودانیه. به این فاصله میگن چی؟ به این فاصله میگن X. X رو با EZ نشون داده. EZ هم ایناشش. X ما در میاد. این به سانتی متر میشه 18.4 میلی متر. عرض ورقمون هم که
همینه دیگه، این عرض ورقمونه که میشه ارتفاع ناودانیمون 160 میشه. پس عرض ورقو در آوردیم، ایکس هم در آوردیم، میذاریم چی؟ میذاریم تو این فرمول. ال هم که داریم دیگه، به این صورت در میاد. این المونه، این عرض ورقمونه، این ایکس مونه، این هم باز همچنان چی مونه؟ المونه. این در میاد 72 تقریبا 500. گزینه 3 درسته. خب محاسبات مرداد 1400 گفته فقط بر اساس کنترل مقاومت طراحی تسمه کششی، این تسمه کششی اینجاست، این ورق اتصال میگه فقط اینو چک کن، حداقل بار نهایی تی یو که توسط این تسمه کششی تحمل میشه و با استفاده از جوش های گوشه یک طرفه اینا رو میگه، به این ورق اتصال وصل شده برابر با کدام یک از اعداد زیره. در واقع مقاومت کششی این تسمه رو میخواد، یعنی میگه برو تسلیمش رو چک کن، گسیختگیش هم چک کن، هر کدوم کمتر بود و به عنوان حداقل بار نهایی مقاومت کششی معرفیش بکن. اف یو رو به ما داده، اف وای هم به همون داده. خب این شکل ماست. ما اینجا مقطع میزنیم، اینجا که مقطع میزنیم برای چی مقطع میزنیم؟ برای تسلیم دیگه، خارج از اتصال. اتصالمون اینجاست دیگه، این اتصالمونه، خارج از اتصال تسلیم رو چک میکنیم. فرمول تسلیم چی میشد؟ میشد فی اف وای در آی گراس. فیمون 9 دهم بود، اف وایمون 235 بود توی صورت سال. آی گراسمون میشه چقدر؟ میشه 100 ضرب در 20. خب ضخامتش 20، عرضش هم 100 دیگه، اینجا بهمون داده. این در میاد 423 کیلو نیوتن. حالا قبل از اینکه بریم گسیختگی رو چک کنیم، یه همچین اتصالی داریم ما. اینا وقتی ما میکشیم از کجا پاره میشه؟ این بخش اتصالشه دیگه، ناکن اینجا اتصالش، قشنگ از اینجا اتصالش. خب این از کجا پاره میشه؟ از خط مقدمش. حالا وقتی جوشش میدیم، ببین اول اینطوری بوده، حالا جوش میدیم، به جای پیچ از جوش استفاده میکنیم. یه مرز تنشی در میاد به این صورت، اینجا که هاشور میخوره تنش داره، اونجا که هاشور نخوره تنش نداره. و مقطع تو از یه جایی مثل اینجا پاره میشه، یه همچین حالتی. وقتی میری از روبروش نگاه میکنی اینطوریه، یعنی این تیکه از مقطع کار نمیکنه. حالا اینجا که میخوایم مقطع بزنیم، ما مثلا از اینجا مقطع میزنیم. الان دقیقا تو ناحیه اتصال مقطع زدیم دیگه. الان دبلیو مون عرض ورقمون 100، المون چیه؟ المون میانگین L1 و L2 بود دیگه، این برابر بود با L. خب المون 100 دیگه، اینجا گفته دیگه، چون میانگین دوتا 100 میشه 100 دیگه. پس W مون 100 عرض ورقه، این W، و دوتا خط جوش داریم، جوش طولی داریم، هر کدوم 100 میلیمتر که میانگینش میشه چی؟ میشه همون 100. فرمولش میشه چی؟ 3L2 تقسیم بر 3L2 به علاوه W به توان 2. اینا رو همه داریم دیگه، این 100، این هم 100. فقط خروج از مرکزیت رو حساب نکردیم، این هم 100. خب ورقمون این شکلیه دیگه، این ورقه بالایه تسمه است، این ورق اتصال هم این پایینی هستش. خب ضخامتش 20 میلیمتر دیگه، فاصله مرکز سطحش تا لبه ورق اتصال میشه چند؟ میشه 10. پس ایکس ما همون 10. پس تو فرمول میذاریم. الان یومون در میاد چقدر؟ تقریبا 6700. آی ان با همون آی گراس برابره
چرا؟ چون اینجا که مقطع میزنی تو، اینجا که مقطع میزنی اصلا سوراخ نداری، پس میشه همون 100 ضرب در 20. الان آی افکتیو میشه یو در آی ان. یومون در اومده چقدر؟ 67 صدم در 200 ضربش میکنیم میشه 1350 میلیمتر مربع. حالا برگردیم اینجا گسیختگی، اینجا داریم گسیختگی رو چک میکنن، میگه فرمولش میشه فی اف یو در آی افکتیو. فیمون 75 صدم، اف یومون 360 بود تو صورت سوال، آی افکتیو در اومد 1350. این در میاد 364. تسلیم چقدر شد؟ 423. کی کمتره؟ همین 364. گزینه سوم. خب اینم از این سال. خب گفته که در محاسبات خرداد سال 89 گفته در اتصال جوشی شکل زیر در طراحی به روش تنش مجاز، یا همون چی؟ مقاومت مجاز، مقاومت مجاز AST، ضخامت ورق T، این ضخامت منظورشه، بر اساس کنترل کدام دسته از روابط زیر محاسبه می شود. میگه که در واقع میگه این کارو بکن، بیا از اینجا مقطع بزن، تسلیم رو چک کن، از اینجا هم مقطع بزن، گسیختگی رو چک کن. این ضخامت تی رو از این روابط به دست بیاد که این چی بود؟ فی اف وای های گراس بود. این چی بود؟ فی که 75 صدم بود، اف یو در سطح مقطع مؤثر. پس میریم کنترل نیروی کششی از نوع گسیختگی رو انجام میدیم، کنترل نیروی کششی از نوع تسلیم. تو هر دو ضابط تی وجود داره، بعد تی رو چک میکنیم، میایم نگاه میکنیم ببینیم در کدام که از این گزینه ها وجود داره. اول بریم کنترل نیروی کششی از نوع تسلیم رو انجام بدیم. فرمولش چی بود؟ فرمولش میشد تی یو کوچکتر مساوی 1 به روی اومگا که اومگامون 1.67 بود در اف وای در آی گراس. حالا تی یو کوچکتر مساوی 1 تقسیم بر 1.67، این مقدار میشه 6 دهم، میشه 6 دهم در اف وای در 16 تی. این 16 تی چیه؟ ما اینجا مقطع زدیم دیگه، برای تسلیم اینجا رو مقطع میزنیم. خب وقتی از اینجا نگاهش بکنی به چه صورت میبینیش؟ اینطوری میبینیش دیگه، اینطوری میبینیش دیگه. حالا اینو بذاری بیرون، این هم این 16ش که اینجاست، این 16ش اینجاست، تیش هم اینه دیگه، این هم تیشه. پس ساعت مقطعش میشه 16 تی که اینجا نوشتم. حالا از این رابطه تی رو به دست میاری، تی رو نگه میداری اینجا کوچکتر مساویه تی یو تقسیم بر 6 دهم در 16. اینطوری میشه 9.6 دهم اف وای تو مخرج. پس این یه ضابطه، این ضابطه اولت. حالا میای اینجا میخوایم بریم گسیختگی رو چک کنیم که ما اینجا رو مقطع میزدیم. این دوتا جوش های طولی، این و این، تو رو یاد چی میندازه؟ یاد این میندازه دیگه، این فرمول ردیف 4 جدول بود.
حالا اینجا الت 20 دیگه، چون میانگین این دوتاست، میانگین این دوتا هم میشه 20. عرض چقدره؟ W. الان اینو به دست آوردی، الو به دست آوردی، این میشه چی؟ میشه 16، میشه عرض ورقت. خب X چی میشه؟ خروج از مرکزیتت. بریم اول اینا رو جاگذاری بکنیم. U میشه 3 تا 20 به توان 2 تقسیم بر 3 تا 20 به توان 2 به علاوه 16 به توان 2 در پرانتز 1 منهای X رو نویسیم T دوم. چرا؟ این ورق، همین ورق است، اینجا هستش. این هم ورق زیرینش که اینجا هستش. این ضخامتش هست T، مرکز سطحش، فاصله مرکز سطحش تا این لبه ورق پایینی میشه X. اسمشو گذاشتیم T دوم تقسیم بر 20 که همون L مونه. حالا ما از این تیکش صرف نظر میکنیم، T40 ما صرف نظر میکنیم. چرا؟ ببین سوالش رو معمولا دیگه اینجوری سوال نمیدن. اگه این تی رو حذفش نکنیم نمیتونیم سوال رو حل بکنیم. در ضمن ضخامت رو تقسیم بر 40 بکنیم تقریبا ناچیز میشه دیگه، پس حذفش میکنیم. الان یومون در میاد چقدر؟ 82 صدم. حالا میریم کنترل نیروی کششی از نوع گسیختگی رو انجام میدیم. میگیم تی یو کوچکتر مساوی 1 تقسیم بر اینجا اومگامون میشه چند؟ اومگامون میشه 2 در اف یو در آی ان. خب یومون در اومد 82 صدم. الان آی ان هم برابر میشه با آی گراس. چرا؟ چون اصلا سوراخ و پیچ نداریم، میشه همون 16 تی. پس تی یو میشه کوچکتر از 1 تقسیم بر 2 هم که میشه نیم در اف یو در 82 صدم. این یو بود در آی ان که آی ان هم با آی گراس برابر بود. از اینجا این تی رو نگه میداریم اینجا، این میشه تی یو تقسیم بر نیم ضرب در 82 صدم و ضرب در 16. به این رابطه میرسیم. یه کنترل نیروی کشی از نوع تصمیم شد انقدر، کنترل نیروی کشی از نوع گسیختگی تیمون در اومد انقدر. این ضابطه دوممون بود دست آوردیم، این ضابطه اولمون بود. جواب میشه گزینه دوم، چون هر دو ضابطه رو داره دیگه. اینو داره، اینم داره. اولیش اینه، دومیش هم اینه. پس گزینه 2 درسته. محاسبات خرداد 89. اگه اون تیکه رو ما حذف نمی کردیم، تی دومو که من حذفش کردم نمیشد حلش کرد دیگه. یه تی دیگه میمد توی کارمون. اینجا اگه ما اینو حذف نمی کردیم یکم دچار مشکل میشدیم. الان دیگه اینطوری سوال نمیدن، یعنی سوالات نکته مبهم نداره، اگه داشته باشم حذفش میکنن، بعد نمرش رو سرشکن میکنن واسه همه. گفته که انتقال نیروی تی از نبشی دو طرف مساوی، یعنی دو تا بالش اون نبشی 10 دیگه، این منظورشه. دو تا بالش 100 سانتی مترن یا 10 میلیمتر و ضخامتش هم 1 سانتی یا 10 میلیمتر. این نبشیه رو میگه به نبشیه دیگه وصلش کرده، بالاشو وصل کرده و پایینشون هم با 2 تا برد به این ورق وصل کردن. یعنی این نبشی که اینجا میبینید الان هم بال پایینش وصله هم بال بالاش وصله. گفته انتقال نیروی تی از نبشی دو طرف مساوی 100 ضرب در 10 همون نبشی 10 به صفحه اتصال که منظورش این صفحه پایینیه با 6 پیچ
به قطر 20 میلیمتر با سوراخ‌های استاندارد به شکل زیر انجام شده. سطح مقطع مؤثر تو گفته میخوام. این هم پیچامونه. این 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا. این چطوری بوده؟ این صفحه رو نگاه کنید، اینجا بوده. بعد اومدن این نبشیه رو روش کار کردن، اینطوری شده. اومدن این نبشیه رو کار کردن، بعد اومدن این نبشیه سوم رو اومدن اینجوری وصل کردن. پس اینطوری بوده، یه ورقه بوده، یه نبشیه در روش کار میکنن. الان کلا این دوتا با هم از یه جنس میشن. بعد میان یه نبشیه دیگه بهش وصل میکنن. حالا اینا رو با چی؟ با بولت وصل میکنن، دوتا نبشیه ها رو، که از کجا پاره میشه؟ از اینجا پاره میشه دیگه. وقتی از اینور میکشیمش، از این خط مقدم پاره میشه دیگه، از اینجا پاره میشه. وقتی از اینجا پاره میشه به چه صورت میبینیمش؟ اینطوری میبینیمش دیگه. این الان یوش یکه. چرا؟ چون هم بال پایین رو وصل کرده بود، هم بال بالا رو وصل کرده بود. این پشتش یه نبشیه دیگه وجود داشت دیگه. پس این یوش برابر میشه با 1. الان سطح مقطع خالصمون چی میشه؟ آی ان مساوی است با آی گراس منهای ان دی تی. این برابر میشه با این برابر میشه با 1920. سطح مقطع نبشیه 10 هستش دیگه. این سطح مقطع نبشیه 10 از تو جدول اشتغال میتونی به دستش بیاری. 1920 منهای 2 تا سوراخ داریم اینجا. بعد پیچامون هم M20 بودن. قطر سوراخ استانداردت میشه 24 میلیمتر، قطر محاسباتیت میشه 26 میلیمتر و اینجا باید 24 رو بذاری. اینجا قطر سوراخ استاندارد میشه 22 و قطر محاسباتیت میشه 24. من اینجا اشتباه نوشتم. پس اینجا 24 قرار میگیره، قطر محاسباتیت میشه 24. اینجا هم اشتباه نوشتم، قطر سوراخ استاندارد میشه 22. پس اینطوری بود. این میشه 22 قطر سوراخ استاندارد، قطر محاسباتیت میشه 24 که اینجا نوشتمش. در 10 ضخامت نبشی هم که 10 دیگه. این برابر میشه با 1440 میلیمتر مربع. آیا افکتیومون چی میشه؟ میشه یو در آیا ان. یومون یکه دیگه، چون هم بالش وصل شده، هر دو بالش وصل شده بود دیگه. هم این بال وصل شده بود، هم این بال وصل شده بود. خب در میاد 1440 میلیمتر مربع. به سانتی متر میخوایم تبدیلش کنیم، میشه چقدر؟ الان به کدام گزینه نزدیکتره؟ به گزینه 3 نزدیکتره. تو این سوال فقط هدفش این بود که ببینه شما میدونید وقتی نبشی هر دو بالش وصل میشه یوش برابر با 1 میشه. فقط دنبال همین بود. خب بریم سوال بعدی رو بریم. محاسبات 91 گفته در اتصال نبشی. خب یه بار دیگه بخونیم. در اتصال نبشی دو طرف مساوی، نبشی 12 دیگه، عرض بالاش مساوی هن، 12 سانتی متر، ضخامتش هم 1 سانتی متر و 2 میله. ببینید اینطوریه. پس نبشیمون نبشی 12. این نبشی 12 رو اومده به این صفحه اتصال با 3 تا سوراخ به قطر 25 میلیمتر، یعنی
قطر سوراخ استانداردمون الان 25 میلیمتره. گفته چنانچه سوراخ‌ها با مته صورت گرفته باشد بدون توجه به مشخصات صفحه اتصال، یعنی این حد اکثر نیروی کششی قابل تحمل توسط نبشی در طراحی به روش حدی نهایی، اون موقع الارفتی بود فقط، بر حسب کیلونیوتن به کدام یک از مقادیر زیر نزدیکتر است. ببین میگه که به این کاری نداشته باش، بیا اینو چک کن، یه بار اینجا مقطع بزن که تسلیمت میشه، یه بارم بیا از خط مقدم که گسیختگیت میشه. میگه اینا رو چک کن، اونه که کمتره رو به عنوان مقاومت کششی یا نیروی کششی قابل تحمل توسط نبشی به ما اعلام بکن. خب ما میایم اینجا میگیم وقتی اینجا مقطع میزنیم داریم چی رو چک میکنیم؟ داریم تسلیم رو چک میکنیم. فرمولش چیه؟ میشه فی در اف وای در آی گراس. این مساوی است با فیمون 9 دهمه، اف وایمون رو داده بود 240 و سطح مقطع نبشی 12 هم تو صورت سوال بهمون داده بود، تو جدول اشتایل هم هستش که میخوای به حسب میلیمترش کنی میشه 2750، یعنی 27.5 رو ضرب در 100 میکنیم. خب اینجا این در میاد چقدر؟ در میاد 594 کیلو نیوتن. خب ما شاخه تسلیم رو چک کردیم، حالا بریم سراغ گسیختگی. اول بریم سطح مقطع خالص رو به دست بیاریم. این برابر است با آی گراس منهای n دی تی. این مساوی است با 2750 آی گراسمون بود دیگه، تو صورت سوال داده بود دیگه، اینو من صورت سوال آوردم. منهای n مون چقدر میشه؟ میشه یکی دیگه، فقط یه سوراخ داریم اینجا. دیمون چیه؟ گفته بود تو صورت سوال گفته بود 3 عدد سوراخ به قطر 25 میلیمتر. این منظورش چیه؟ این قطر اسمیه یا همون چی؟ قطر سوراخ استانداردمون که برابر با 25 میلیمتر. قطر محاسباتی چی میشه؟ بعد به علاوه 2 میلیمترش کنه که بشه 27. پس این 27 از اینجا اومده. پس اینو معرفی کردیم، دیرم معرفی کردیم. خب نبشی 12 ضخامتش هم 12 دیگه. اینا این برابر میشه با 2426 میلیمتر مربع. یو برابر است با چی؟ یک منهای x تقسیم بر l. خب از اینجا یک منهای x مون رو چجوری به دست بریم؟ اینو تو جدول اشتایل. بعد این شکل رو من میکشم بیرون به این صورت. الان این مرکز سطحشه، این فواصل هم بهشون میگیم چی؟ به این فواصل هم میگیم x دیگه. ببین اینا x هن. چرا؟ چون نبشی با اون ورق اتصال این شکلیه دیگه، پس این فاصله که هست ای همون x مون هم هست. میریم تو جدول اشتایل، ما به این سطح مقطعی نیاز داشتیم و به این ای نیاز داشتیم که ای میشه چقدر؟ 34 میلیمتر. این نبشی 120 میلیمتره، یه ضخامت 10 داره، یه ضخامت 12. ما با این کار داریم، یعنی با اینا رو اصلا کار نداریم، چون ما الان بالاش یکی 12 سانتی متر، هم 12. ضخامتش چقدره؟ 1.2 سانتی متر یا چی؟ 12 میل. خب x رو در آوردیم چقدر؟ 34. میایم اینجا میذاریمش 34 تقسیم بر طول اتصالمون هم که چقدره؟ 100 با 100 میشه 200. این مساوی میشه با 83 صدم. حالا آی افکتیو مساوی است با چی؟ یو در آی n. یومون هست 83 صدم، آی n مون در اومد 2426. این در میاد این در میاد 2013 تقریبا. حالا میایم اینجا باید مقطع بزنیم برای گسیختگی. و فرمولمون هم میشه چی؟ میشه فی در
FAU در آی افکتیو این مساوی میشه با 75 صدم فی مونه، 400 FAU مونه، تو صورت سوال داده بود. سطح مقطع مؤثر هم شد تقریبا 2013، این در میاد 604 کیلونیوتن. تسلیم چقدر شد؟ 594. کی کمتره؟ 594، گزینه چهارم. خب بریم یه سوال دیگه حل بکنیم. محاسبات سال 96 بوده. گفته در تسمه کششی زیر حد اکثر قطر اسمی سوراخ، حواستون باشه قطر اسمی، که برای عبور تأسیسات تعبیه شده است، برای آنکه در تعیین مقاومت کششی طراحی تسمه بتوان از وجود سوراخ در تسمه چشم پوشی کرد، به کدام یک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟ یعنی چی؟ ببین این شکل ماست. ما اگه از اینجا مقطع بزنیم در واقع داریم چی رو چک میکنیم؟ داریم تسلیم رو چک میکنیم. فرمول تسلیم چیه؟ اینه فی اف وای آی گراس. اگه اینجا مقطع بزنیم داریم چی رو چک میکنیم؟ گسیختگی. فرمول گسیختگی چی میشه؟ فی اف یو آی افکتیو. حالا ما این ور یه دونه تسلیم داریم، این ور یه دونه چی داریم؟ گسیختگی داریم. هر کدوم از اینا کمتر باشه، هر کدوم کمتر باشه این تسمه از اونجا پاره میشه. یعنی اگر تسلیم کمتر باشه این از اینجا پاره میشه دیگه. بود و نبود این سوراخ واسه ما مطرح نیست. در واقع سوال داره ما میگه آقا یه کاری کن، این دیه رو یه طوری تعیین بکن که چی؟ حاصل ضرب فی اف یو در آی افکتیو از تسلیم بیشتر بشه. در واقع صورت سوال داره همین ما میگه دیگه. پس ما باید چی کار بکنیم؟ تسلیممون کمتر از گسیختگیمون باشه. حالا فرمول رو می نویسیم، میگیم یه 9/10 که چیه؟ این 9/10 فیه. دارم تسلیم می نویسم. این 240 که چیه؟ اف وایه. این 200 چیه؟ این آی گراسمونه دیگه. ببینید این شکلی آی گراسمون. آی گراسمون اینه دیگه. 500 میشه 200، ارزش 200 در یه تی هم ضرب میشه دیگه. ضخامت این هم تیه. پس این آی گراسمونه. پس این شد چی؟ آی گراسمون باید کمتر از تسلیم، باید کمتر از گسیختگی باشه دیگه. این میشه 75 صدم. این فی مونه. این فی مونه. 370 چی مونه؟ اف یو. حالا 200 تی که این آی گراسه منهای ان در دی که قطر محاسباتی مونه، تی هم که ضخامت مونه. این شاخه چی بود؟ آی افکتیو. این ور چی بود؟ این تسلیمه. به کل اینم میگیم چی؟ گسیختگی. حالا میریم این ضربه رو انجام میدیم. این ضربه رو انجام بدیم این ور اینطوری میشه. میشه 43200 تی. این هم میشه 55500 تی منهای 277 و نیم دی در تی. حالا بهتره تی ها رو حذف کنیم دیگه. تی ها رو حذف میکنیم. دی از اینجا به دست میاد 44 و 32 میلیمتر. قطر محاسباتیمون الان چقدره؟ 44 و 32. این برابر است با دی
که قطر اسمیه به علاوه 2 میلیمتر. قطر اسمی میشد به علاوه 2 میلیمتر میکردیم قطر محاسباتی به دست میومد دیگه. الان قطر اسمی ما در اومد 42 و 32. قطر اسمی یا قطر سوراخ استاندارد هر دو یه معنی میدن. خب قطر اسمیمون در اومد 42 و 32. گزینه ها رو نگاه میکنیم. گزینه 1 جواب ما میشه. خب بریم یه سال دیگه حل بکنیم. محاسبات آذر ماه سال 84. گفته ورقی با تنش تسلیم 2400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و مقاومت کششی نهایی 3700 کیلوگرم بر سانتی متر مربع تحت اثر نیروی کششی تی قرار دارد. گفته 6 سوراخ، این سوراخ ها رو میگه، با قطر اسمی 20 میلیمتر تو این ورق وجود داره. حد اکثر نیروی کششی ضریبدار قابل تحمل توسط این ورق چقدره؟ وقتی میگه ضریبدار منظورش LRFTه. حالا اون موقع فقط LRFT بود. بعد ما باید بیایم اینجا مقطع بزنیم، تسلیم رو چک کنیم. یه بار دیگه بیایم کجا مقطع بزنیم؟ بیایم یه مقطع اینجا بزنیم، گسیختگی رو چک کنیم، مجددا یه مقطع دیگه اینطوری بزنیم، چون برای گسیختگی باید 2 تا مقطع بزنیم. مینیموم این 3 تا رو برداریم دیگه، اونو به عنوان حد اکثر نیروی کششی ضریبدار معرفی کنیم. ببین این شکل ماست. ما از اینجا مقطع میزنیم، اینجا داریم چی رو چک میکنیم؟ داریم تسلیم رو چک میکنیم. و بعد فرمول تسلیم چی میشه؟ میشه فی در اف وای در آی گراس مساوی است با فیمون 9 دهمه، اف وای مون 2400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع، آی گراسمون هم میشه 16 ضرب در 1، چون ضخامت این ورقه 1 سانتی متره، عرضش هم چقدره؟ 16 سانتی متره. این برابر میشه با، یعنی جواب تقسیم بر 1000 میکنیم، میشه 34.56 تن. حالا میایم اینجا برای گسیختگی ما این مقطع 1 رو داریم و این مقطع 2 هم داریم. ببین هر دوتاشون تو 1 این ور هیچ بولتی وجود نداره که بخواد به ما کمک کنه. پس الان این مقطع ما تنش ماکسیموم داره. چرا؟ چون نیروی ماکسیموم داره. مقطع 2 هم همینطور، اینجا هیچ بولتی وجود نداره که بخواد به ما کمک کنه. پس اینجا هم تنشمون ماکسیمومه، چون نیروی ماکسیموم داره بهش وارد میشه. حالا اول بریم مقطع 1 رو چک بکنیم. زیگما اف ایکس بنویسیم، باید رو به این ور تی داشته باشیم دیگه، یعنی نیروی داخلی توی مقطع برابر با تیه. عرض 16 سانتی متر، سطح مقطع خالصش میشه آی ان مساوی است با آی گراس منهای ان دی تی. آی گراس همون میشه 16 ضرب در 1 منهای انمون یه دونه هست، دیمون چیه؟ گفته 6 سوراخ به قطر اسمی 20 میلیمتر. پس قطر محاسباتیمون میشه 22 میلیمتر یا چی؟ 2/2. این 2/2 قطر محاسباتیمونه به سانتی متر دیگه. در تیمون چنده؟ تیمون هم 1 دیگه که این در میاد 13/8 سانتی متر مربع. حالا تنشمون میشه چی؟ میشه این نیروه تقسیم بر این مساحته، اینطوری میشه. این میشه تنش ما. بریم مقطع 2 رو چک کنیم. الان زیگما اف ایکس بنویسیم، یه دونه تی اینجا ظاهر میشه. سطح مقطع خالصمون میشه آی ان آی گراس منهای ان دی تی به علاوه، چون مورب داریم دیگه، یه مورب اینجا داریم، S2 تقسیم بر 4 G در T. حالا اسمون هست چقدر؟ 4 سانتی متر، جی مون هم هست 8. فاصله مرکز به مرکزه. افقیشو میگن S، عمودیشو میگن G.
بریم ادامه بدیم. خب این الان 16 سانتی متر ارزش میشه 16 ضرب در 1 آی گراسمونه، منهای انمون 2 تاست، دیمون قطر محاسباتیه، گفته 6 سوراخ به قطر اسمی 20 میلیمتر، پس قطر محاسباتیمون میشه 22 میلیمتر یا 2.2 سانتی متر. یکم که ضخامتمونه به علاوه اسمون 4 به توان 2 میرسه تقسیم بر جیمون 8 4 جی یعنی 4 ضرب در 8، تیمون هم که 1، این در میاد 12.1 سانتی متر مربع. پس چیکار میکنیم؟ حالا این تی رو بر این تقسیم میکنیم، تنشمون به دست میاد. تنش در مقطع 2 میشه تی تقسیم بر 12.1. در مقطع 1 چند بود؟ 13.8. پس مقطع 2 بیشتره دیگه چون مخرجش کمتره. پس الان ورق ما از مقطع 2 پاره میشه. سطح مقطع مؤثرمون میشه چی؟ میشه آی افکتیو مساوی با یو در آی ان. یومون که کل مقطع داره کار میکنه، پس چی میشه؟ سطح مقطع مؤثر با خالص برابر میشه با 12.1 سانتی متر مربع. حالا نیروی کششی از نوع گسیختگی میشد چی؟ میشد فیمون 75 صدمه، اف یومون 4000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع، آی افکتیو هم در اومد 12.1 سانتی متر مربع. اینو اگه تقسیم بر 1000 کنیم میشه 36.3. تسلیم چقدر شد؟ شد 34. کی کمتره؟ 34. جواب میشه گزینه 2.